даромади ҳамин соҳибкор маҳдудият дорад. چه قدر اسپید کنند همه کار کردن میتوان مونده شد سخت مهنت کنند درآمد میخیزد سالک سلابینکا داد درآمد میافته. این بیزنسمن باشد این درآمدش زور شده رفتن میگیره رستوش دخواد این فرقتش خیلی کلان. برای چی این اگرانیچین دخوادای این رستوش دخوادای سببش چی؟ چون که این درآمدش خودش وابسته. بعضی وقت میشد که خودش اگر بالای همون سودا بایسته سودا ناغز خودش سودا بنسته سودا میفراد. بسیار بچه‌ها میاد من میگفت استاد من همین خودم خواستم سودا زور کارگرا میگیرم کار پیش نمیره. на самом деле این مشلینی همون خودی همون صاحب کارای باز ما میگیم این چیزا گشته میفهمه شما. مقصد ما چیه؟ از صاحب کاری بیزنسمنی به گذاشتن بیزنسمن شدن در کار. نگاه کنید من اینجا فقط خش و تبارو یار و رفیق انا اینجا فرقش نیست. اینجا پروفسیونال در کار. شما представить کنید اگر که من بیزنسوم فقط خش تبار میگفتم من کجا میتونستم بیزنس ساختن قزاقستان یا روسیه یا کجا اونجا هیچ کی نیست من یک تا خودم توقع. برای بیزنس شما باید که خش تبار نگیرید همون کسی گیرید که شما با یاردم کند که کمپانی ساختن توید.